سرم من یه سفر کاری دارم 6 ماه دیگه برمیگردم. فقط جون خودت هر وقت مامانت و مرد غریبه دیدی یه زیتونی بنده تو سبد. باشه بابا. بالاخره رسیدم. زنگ بزنم پسرم بیاد اون بالا. انبار مرکزی زیتون در خدمت از ماست مادر جان. سینه‌هاتون کوچیک شده؟ ولم شده اومده پایین؟ نه همونجوری ببینم سینه‌هاتون رو. خب تصمیم قطعی گرفتید میخواید پروتز بگذارید؟ میخواید خیلی برجسته بشه یا میخواید کم برجسته بشه؟ برجسته باشه بعد نزدیک باشه تو رنج. دو تاش بیاد به هم نزدیک بشه یه خط چاک بیفته. اگر این وسط رو این رو بخوایم این شکل به هم بچسبونیم پوست این وسط. بابا یارته میگفتی درس بخون دکترشو من گوش نمیدادم؟ بابا گوه خوردم. رفیق یارته همون موقع هم که هم میرفتن دکتر بازی ما میرفتیم یعقوب چی میفهمیدیم این میخواه بشه. بعد میگه ما درست دکتر محرمه اما دیگه ما جلو رفیقمون جرئت نمیکنیم شلوارمون بکشیم پایین. میچرخی هم میکشی بالا هم میکشی پایین هم خود تو سر من.